درود سرشار از مهر و محبت ما را بپذیرید هموطنان عزیز. چون همیشگی مهمانی خانوادان شماست برنامه نورافکن و امیدواریم طول چند لحظه که با هم هستیم به شما دوستداران اهل هنر سینما یعنی ذره هم باشد طبیب آلوده خواهیم بخشید. بله دوستان عزیز، اینک ما باز با شما هستیم در برنامه نورافکن. چون همیشه برنامه نورافکن پر از اعجاز و هنر است و باید گفت که این نوبت مهمانی برنامه ما هستند هنرمند، کارگردان، پرودیوسر و همزمان سراینده رامشگر سراج‌الدین غفوری. شما رو به استودیو خوش آمدید میگوییم و اولین احساسات شما رو میخوایم بفهمیم که به این استودیو باری اول است اگر خطا نکنم شما قرار دارید یا دعوت شده اید. سر اول سلام درودی خش رو میرسونم به کلی مردمی تاجیکستان و این چنین اون کسانی که این لحظه ما رو تماشا دارن و میننداری خود رو بیان میکنم به شمایان به اهل ایجاد این درگاه هنر و خطا نمیکنیم که ما اینجا دعوت کردید و شما نیز البته دست خالی نیامده اید. باشد که همین خیلی باشد. خیلی خوب. ما باوری داریم که برنامه باز هم با یک جالبیت بیشتر و با صحبت‌های شما و میگذرد و همینطور باز هم بینندگان از هنرهای شما بیشتر آگاه میشوند. خوب، بیاید نخست میگفتید که امروز پای کدام کارهای ایجادی هستید؟ امروز راستی گپ یک چند نقشه هایی بود که باید عملی میشدن، یعنی سال جاری یک دو فیلمی باید روی نوار می اومد که در یکی همچون هنرمند دعوت شده بودم، دیگری از جانب سوق سینما دعوت شده بودیم. یک فیلم بگیم که در ژانر کمدیا به نوار گرفتنی بودن، اگرچه این در نقشه ما نبود لیکن خیلی وای شد. بعد خودم نیز یک خواستم خود رو در یک فیلمی حجوی یعنی که بیسنجیم در ژانر مضحکم. بله. بعد سناریو آماده است. میگی من روزی توی عروسیم راست خاطرم میبرارم. من تا حال به خاطر انا همین رو زندگی میکردم و حالا تیار هستم همه را قربان سازم تا که تو خوشبخت باشی. لیکن آیا برای این قوه و توان و پول و مولد میرسد؟ یاری خود ستای من؟ ملکه، من جدی میگویم، من همه کارو میکنم تا که اویله من به هیچ چیز محتاج نشود. من تو را اونقدر دوست میدارم، اونقدر دوست میدارم نازنینم، از جانم بیشتر. برای بینندگان معلومات دهید که تحصیل کرده کدام رشته هستید؟ تا جای ما میدونیم شما همچون هم کارگردان و هم اکتیوری صحنه یعنی تحصیل کرده اید. راست گپ از اون خوردی هم خیلی در وجودم همین یعنی که شعله هنرمندی یعنی که اینیکاس میکرد، یعنی که علنگه میزد. وقتی که ختم مکتب رو کردم حجت های خود رو به دانشگاه ملی در رشته مناسبت های بین المللی سپاریدم. وقتی که گفتن که فلان روز یعنی که امتحان است، یکم آگوست بود خطا نکنم، اگر تیاری میدم هم وقت میخوندم در یعنی که از اونجا تاریخ بود، تاریخ رو اگرچه خوب آگاه بودم لیکن باز یعنی تکمیل میدادم. بله. بعد همین خیلی شد که همراه پدرم یک روز نشسته بودیم، گفت پسرم اگر این بعد از خودت گیلمان شکی وقتی که یعنی که ساحه خود رو انتخاب میکنی
باید خودت جوابگو باشی در نزد وجدان خودت، در نزد زندگی خودت. بعد هم خیلی با خلاصه اومدم که من باید همین ساحه یعنی که فیلم رو انتخاب کنم، برای که در وجودم حجت‌های خود رو گرفته برده دانشگاه یعنی که عین حال به نام میرزا ترسونزاده هستند، دانشکده صنعت برده سپردم. یعنی همین مهر سینما رو در دل شما بله. کی یعنی پیدا کرد یا اینکه با وجود آورد؟ این از آوان خوردی گفتم، چون که قید کردم در کورژاک‌های مکتبی هر روز همین خیلی سحن میشد پیش از اونی که درس می‌دار اومدیم یک غزل یا اینکه یگون صحنه‌ها یگون یعنی شما همیشه فعال بودید؟ بله، همین در همین رشته گویم که جاده هنر. بعد دانشکده صنعت رو فاکولته تئاتر بعد شعبه اکتیوری دراما و کینو رو ختم کردیم. مدت 5 سال تحصیل کردیم. بعد از اون یک چند سال پس وقتی که کار رو آغاز کردیم، بعد 1-2 فیلم به امریکا سفر کردیم. در اونجا یک کورس کوتاه مدتی کارگردانی رو نیز از بر کردیم. خلاصه گپ این پس چرا در تئاتر کار نکردیم؟ در تئاتر هم فعالیت کردیم. اگر کم ترک وضع‌بینی میکرد، برای که تئاتر این خیلی بود که باید همه روزه اونجا باشی، همه روزه یعنی که ریپرتوار زیاد بود. بعد نقش‌های اساسی میدادن برای همین. یعنی از حساب وقت شما باید شد وضع‌بینی میکرد. بله. در کدام تئاتر؟ تئاتر ما ختم کرده یعنی که به نام محمود جان واحدی تئاتر جوانان بودیم. یعنی که همکارسای من اونجا فعالیت میکنن تا حال. یک چند مدت کار کرده، فعالیت کرده. بیا احمد. یزدان سلام علیکم. سلام. مبارک شود. این آوازهای مردم میگویم راست باشن. چی شده است؟ شنیدم که به مکتب خودمون میایید. ها. چی مدیر؟ نمیدونم. یزدان من بی نهایت خرسندم. بی نهایت خرسند یزدان جان. چی؟ تو با جای ربیوف مدیر شدنی؟ مهردین کنشین؟ به حرمت همین کسب عاق میکنم. یا توی یا خودم از سر یک کارد میکنم. سری به فرزند گفته از همین ده برآمده میروم. دادو آخر اگر مجبور کنن چی؟ از رایون گویان که رفته با جای ربیف مدیر شو. نمیکنی، میفهمی نمیکنی. به سر داغمانان هم قبول نمیکنی. به خیالت نآر که با جای ربیف مدیر میشوی. پرمرگ نمیشوم. با جای وای کس مدیر نمیشوم. یعنی اولین فیلمی که شما در اون نقش آفریدید فیلم نشان زندگی بود؟ بله، نشان زندگی بود. کارگردان سعید قادری سال 2006 اگر خطا نکنیم در کورسی سیوم تحصیل میکردن. کاستینگ شد، در کاستینگ اشتراک کردیم. یعنی مردم زیاد اشتراک کرده بودن در اونجا. بعدم خیلی یک نقش رو پیشکش کردن، ما هم کاری رو سر کردیم. از همونجا بسیار چیزا رو آموختم. معلم یک پیشنهاد داشتم. خوش گپ زن، گوش میکنم. همین پگاه روزی استراحت. خب در ده بالا نوروز رو جشن میگرفتن. چی میشد که رفته یک دلی به غم زدیم؟ نه التماس معلم جو، اونجا گوشتین میشده است. زورترین پهلوان ها جمع اومدن، اشتور میدیند، قیامت میشود استاد. میدونی ینگت خانه دادرش رفتنی، مادرش کسد نمیتوانم. معلم همین یک گپ گویم ملال نمیشوید. یک بار از همین خط کشیده ینگم بیرون شوید. وقتی شما هنر کارگردانی رو هنگام نقش آفرینی میدیدید که کارگردان ها چگونه کار و فعالیت میکنن، به شما هنر کارگردانی پسند آمد یا که کار کارگردان ها که شما با آن نفران همکاری میکردید خانه نمیکرد که شما رو آوردید به کارگردانی؟ کارگردانی خوب پیش از همه باید هنرمند خوب باشد. کارگردان مثل یک گوییم که مهندس است، یک ارکیتکتور گوییم که همه چیز رو باید داند. وقتی که یک بینو رو میسازی
аз ҳамаи чиз воқиф ҳасти ки дар он кадом яъне ки чӣ хароҷот мешавад, кадом намуд номгӯи материалу дигар чизҳо масраф мешаванд. Коргардонам ба мисли ҳамин аст ки на ин ки як ҳунармандро ба саҳна мисол гирем ворид мекунаду бо ӯ ҳамкорӣ мекунад. Коргардон бояд монтаж ёри хуб бошад, танзимгари хуб бошад, композитори хуб бошад, дизайнери хуб бошад. ҳамаи ҳамин чизҳоро бояд аз бар кунад, баъд коргардонии худро оғоз кунад. На ин ки як ҳунармандӣ яъне ки фикр мекунам аз ҳамин лиҳоз вақте ки сценаристи хуб бошад, барое ки пеш аз оне ки сценариеро интихоб мекунад коргардон, вай бояд унҷода худаша бинад. мақсад ҳар як образе ки ҳаст, ҳар як образа вай бояд дар худаш ҳал кунад, баъд ба воситаи ҳунарманд пешкаши тамошобин мекунад. яъне ки коргардон ин як ӯҳдадории калон. фантазия мисол гирем ҳозир айни замон нигоҳ кунед ки чӣ қадар филмҳои фантастикӣ ҳасту, чӣ қадар технология пешрафтагӣ дар он як мисол дар як зал филм гирифта мешавад. Бале, дар як толор. ҳамин чизҳо водор сохт ки каме ҳам бошад як саҳми худро дар ҷодаи синамои тоҷик гузорам. бале, ташаккури зиёд. ба ҳар ҳол шуморо мехоҳед ҳамчун коргардон, ҳунарманд ва ё сароянда, филмноманавис, намедонам шумо дар чанд бахш фаъолият доред. шуморо ҳамчун кӣ шиносанд? ҳунарманд, эҷодкор, чӣ хеле ки ҳозир қайд кардам, ҳамеша дар ҷустуҷӯ аст. Дар ҷустуҷӯ аст. чӣ хеле ки ҳозир гуфтам, коргардон бояд аз ҳама чиз воқиф бошад. аз ҷумла пеш аз ҳама вақте ки филмро сар мекунад, коргардон сценария хуб бояд бошад. пеш аз сценария идеяи хуб бошад. вақте ки идея ки омад, вай болои идея кор кардан дар кор ки то тавлид шавад сценария. баъд аз сценария вақте ки дасти коргардон меафтад ё ки худи коргардон вайро менависад, бештар ман худам интихоб мекунам он идеяҳое ки мебиёяд ё ки ягон кас ягон идея медиҳад, болои ҳамон кор карда ҳама чизро дар назар мегирам. хоҳ мусиқӣ, хоҳ танзим, ки мисол дар филм кадом намуди мисол графика истифода мебарем, чӣ корҳо карда метавонем, аз уҳдаи чӣ корҳо баромада метавонем, яъне ки маблағе ки барои филм ҷудо шудааст, мо вай ба кадом чӣ қадар медиҳем, барои декоратсияи филм чӣ қадар масраф мешавад, ҳамин чизҳоро ҳамаша дар назар гирифта, вобаста ба ҳамон аз ин лиҳозам хел кор мекунем ки айни замон хеле камтар мушкилиҳо аст дар соҳаи мо. ҳамин сабаб мешавад. хулосаи гап. яъне шумо гуфтанед ки як мард бояд ки 40 ҳунар дошта бошад. 40 ҳунар
کارگردان داشته باشد. کارگردان یعنی داشته که باشه. چیزی که در ساحه گفتم که اگر رژیسور دیدی خوبی تنظیمگری نداشته باشد، دیدی خوبی یعنی که وقتی که صداگذاری میکنی دیگر و دیگر همه چیز رو باید رنگ پردازی میکنی، همه این چیز وقتی که بالای اکران رژیسور میبیند قبول میکند، پیشکش تماشابین میکند. هنرمند یگان نقش رو اینجا بازی نمیکند، فقط در همون گویم که نقشی که پیشکش میکند کارگردان چیزی در فیلمنامه هست همون رو میکند، از دنبال کاری خود زندگی خودش میشد. باقی همه در دست کارگردان است. کجا میرود؟ نزد کامپوزیتور میرود، نزد یعنی که تنظیمگر، صداگذار، موسیقی دیگر همه چیز خلاصه میبرد در آخر کارگردان و پیشکش میکند به تماشابین. یعنی چطور که مسئول گفتن شما هم کارگردان هستید، هم سیناریست هستید، هم هنرمند و هم آوازخوان. یعنی شما کلا میخواستید که به دنیای شو بیزنس وارد شوید؟ پس از اون نمیترسید که میگوین که اگر از پای دوست سایدوی یکی رو هم به دست نمیوری، شاید مشکل باشد موفق نشوید در، چون اگر یک جوده رو پیشبری کنی شاید موفق شوید. همین طور نیست؟ سخن هست میگن که صنعت رو در خود دوست دار، نه خود رو در صنعت. برای همین من هیچگاه دنبال شهرت نیست. شهرت انسان رو یعنی که به اون جایی که میبرد، وقتی که صنعتکار یا که ایجادکار وقتی که گفت که اوه همین کاری من عالی است، وقتی قانع میکنه خودش، الکی این آخر کریر اون است. ایجادکار هیچ وقت به کار خود قانع نیست. یعنی که چیزی نو میبیاید، یک دیدی نو میبیاید، در دیگر فیلم کامبودی خود رو میبیند، فیلمی نو میشود یعنی که بهبودی خود رو میبیند، در این فیلمی نوبتی یعنی که اون خطایی که کردگی بود اصلاح میکند. همیشه یعنی ایجادکار چیزی نو میخواهد. یعنی از گفته‌های شما وقتی من به شما سوال دادنی بودم که در همین سه رشته که شما فعالیت میکنید کدامش به شما پسند است، لیکن از گفته‌های شما کم کم یعنی پای بردم که بیشتر به شما کار کارگردانیتون پسند افتاده است. پسند افتادگی لیکن یا خوشتر از کار کردن؟ خوشتر است از همه چیز آگاه شدن در کار، برای کارگردان شدن. با نام کارگردان شدن در کار نیست. وقتی که مثال صحنه نوارگیری می شود دیگر ها، بیشتر فعالیتی که کردم مثال دوام همین سالهایی که فیلم های و نوار آوردیم پیشکش تماشابینان کار کردیم، بیشتر آنها یعنی که شخصانی بودن که در جده هنر هم نبودن، بگیم که پروفسیونالیسم، لیکن خیلی مشکلی ها بسیار میشدن. هر یک و فهموندن برابری و عشق ریزوندن، همه خیلی حالت ها هم میشدن، برابری اون خندیدن و با ابراز تیار کردن در کار. زندگی مثل آفتاب است، طلوع دارد، اوج دارد و غروب. در یاد ندارم که پدری من، مادری من حتی نمیدونم که کیست. یوسف جان من هیچ وقت تنها رو جانب قبله غم میکنم و میسوزم کفن عشق خود را. یاسمین آرزوی مرا برباد داد پدر. لیک برای شما اشک ریختن در نقش آفریدن هیچ دشواری ندارد. به فکرم در بسیار فیلم ها دیدم که شما اشک ریختید. بله به فکرم چنین نقشه به شما پسند است. همینطور پسند یا دیگران رو افتاده کردن به شما پسند باشد؟ وابسته به سیناری فیلم. اگر حجم باشد حجم یعنی که جایی که اشک لازمش است اشک میریزیم. قانع کردن یعنی که فیلم و کارگردان. یعنی هنگامی که شما اشک میریزید در فیلم خود شما اشک میریزید یا اینکه همون محلول هایی که به چشم میچکنند تا اینکه اشک جاری شود از اونها استفاده میبرید؟ تا حال سیر رو پوش کنید. سیر در یک چیز است که تا حال یگام یعنی که حالتی نشده است که همون محلول ما استفاده برده باشم. یعنی اشک طبیعی؟ اشک طبیعی است. هر چیز است وابسته به همون حالت در حالتی داده شده. یعنی که همون سه رکنه که در مهارت اکتیوری هست، یعنی دیدن، شنیدن، بها دادن
با همراهی پارتنر کار میکنی، همه حالت دیده در حالتی داده شده هم تصور میکنی. همون نقش‌هایی که شما بازیده در فیلم ها، یعنی کدامش برای شما خوشتر است یا اینکه میخواهید تست همون نقش رو ببینید؟ بله، پیمان نشون زندگی، من شاهد عشق پاک، اون من چندین از سکوت، یا اینکه گفتید که همین زیبنده من است یا همین موافقی من است همین نقش؟ شاید دیگرها این چیز رو در خودشون میبینن که من هیچگاه خودم بهانه نمیدم، فقط کمبودی میکنم. چرا؟ خب زیاد تماشا میکنید فیلم های خیش رو نه، وقتی که ما یعنی که بند و بست میکنیم فیلم رو بسیاری باید تماشا میکنیم. دلپسند میشه برای خود شما. ولی هست هنرمندانی که میگن که از روی همین نقشی که من بازیدم خیلی خوب بازیدم، باید صاحب جایزه شوم. هست همین گونه نقشی که شما گفته باشید که این خیلی نقش‌های خیلی سناریو هست برای مثال گیریم پیشکش کردن فستیوال ها. در نقشه هست هم خیلی ابرازهای هستن که باید مثال گیریم این سخنگویی. یعنی تو حال ندارید این چیزی که شما باید مثال گیریم با اون فستیوال پیشنهاد کنیم بگیم که همین ارزنده است همین فیلم و ارزنده است همین نقش ما که باید جایزه میگیریم. یعنی تو جای ما فهمیدیم فیلم های شما فستیوالی نیستن، یعنی فیلم برای تماشابین است، بازاری تو جای کنید. بله، یعنی که تامین کردن حضور حضور ذوق تماشابین. در هر کاری که همت بسته گردد میگن اگر خوری بود گل دسته گردد. فکر میکنم که چی ساحه دانه باشی اگر در یک جای یک مهنت خود رو صرف کنی همون گفته گپ ها که از دیگه جور زده میبره. فکر میکنم اگر ایجادکار یگم تاجر هم شود یا که در یگم ساحه دیگه فعالیت هم کند باز برمیگردد با همین ایجادیات خود یک چیزی میگه برای خودم کردن در کار. همچون گیم که یعنی در یک طرف قلبش کار ایجادکاریش میمونه همیشه. درست است. خب چی وادار کرد که شما هنر سرایندگی رو نیز انتخاب کردید؟ چون هنرمند سینما بودید و کارگردان بودید. من میدونم. من جواب دیم؟ با فکرم با آوازخوان‌ها بسیار همکاری کردگی است و دیده است گفته این تواند خوانده من از این خوبتر میخوانم بیا من هم خوانم. همین طور شدگی است یا نه؟ نه راستی که کم کم شعر هم مینویسم. این یک هنر دیگر افشا شده، یعنی شاعر هم هستید. شاعر. بعد بسته‌کاری رو هم کم کم میکنیم در فیلم‌های خویش. مثلا همراهی بسته‌کاران شته صحبت میکنیم. یعنی که ایده خود رو پیشنهاد میکنم، یعنی کامپوزیتورها بند و بست میکنن خلاص. یعنی موسیقی مینویسید شما؟ کم کم مینویسیم. بعد سرودها هم مثال گیریم ایجاد میشوند. همین چیزو وادار میساخت که کم کم زمزمه کرده. یک فضای دل تسکینی دل گفتن. فقط برای خود ایجاد کرده یا برای یگان آواز؟ برای دیگر سراینده ها البته در فیلم سکوت سرودی مادر بسیار خوب بود. شعری بنده بود. دوستان عزیز ادامه دارد برنامه نورافکن و یادآور میشویم که مهمانی برنامه ما هستند هنرمند سینما، کارگردان سینما و همزمان چندین هنرهای دیگر دارند، یعنی شعر می نویسند، موسیقی می نویسند. سراج الدین غفوری. با گفتی خودی ایشان کم کم همه هنرها رو دارند. ولی سراج الدین شاید در گذشتگان شما یا از تباران شما یگان نفر هنرمند بود یا آهنگساز بود، یعنی این هنری که شما یعنی دارای قریب 40 هنر رو هم خطا نمیکنیم هستید از کسی به شما شاید میراث مونده باشد؟ راستی که از یعنی که خانگی ها پرسان شده از پدر از والدین در اویله ما خیلی هنرمندان بودن که بیبی از طرف مادرم در معرکه ها دایره میزدن. یعنی بود است به هر صورت فقط دایره میزدن. در خون هست و بعدا نصیبه باید یک چیز رو به نوبت گیریم که امروز فضای تاجیکستانی صاحب استقلال نمیگونه امکانیت ها رو داده است که هر یک جوان میتواند دلخواه کسب خویش رو انتخاب نماید و بگذار در ساحه فقط خواهش لازم است. بله فقط خواهش کوشش باشد. اگر هر ایجادکار هر نفری که کمک یک کوشش و زحمت میکشد از بالای خود به قول کار میکند میتواند موفق شود در این جوده در هر جوده که بله درست خیلی کردید. انا همین فضا است که حاضر هر یک یعنی که چه خیلی گفته در یک جوان هر یک اونی که در دل چیزی دارد هوسی دارد یعنی که روی نوار میبیارد و پیشکش تماشابین میکند در کدام ساحه نباشد. همه از
یعنی که تنجی امانی آسودگی است، صلح است. در اگر میدان هنر وقتی که میبروید یک اگر همون دست جمعی نباشد، دست خوب نباشد، همون روز همون چیز رو روی نوار آورده نمیتونی. انا یک فضای هست در ما که حاضر همه دست جمع هستیم. ما نیز امید داریم که روز به روز سینمای تاجیک رشد میکند و ما بهترین فیلم ها رو نه تنها در داخل برای بیننده داخلی پیشنهاد میکنیم بلکه میتوانیم به خارجیان نیز پیشنهاد کنیم و افتخار نماییم. ندارید که فیلم های تاریخی به نوار گیرید، چون ما دارای تاریخی بوی و کهن هستیم و شما خوب آگاه هستید از تاریخ. گفتید شما بسیار تاریخ رو میخونید. باید برای زنده کردن، یعنی که در اکران نشان دادن تاریخ ما، گذشته ما، یعنی با یک طرز نشان دادن در کار که اون چیز هست. برای این من فکر میکنم مبلغ کلان در کار است. نه آماده هستیم. حاضر همه چیز برای ما، همه شرایط هست. همه شرایط هست. مثال چی از جهت تکنیکی در همون یعنی که فرمتی که حاضر در روی دنیا ثبت می شود، این چیز رو دسترس کردن دشوار نیست. کار کردن در کار، یعنی که دیدی خوب در کار، آموزش خوب در کار، می توانیم از اودش می براییم. این چیز مشکلی ندارد. من تکنولوژی که مثال بیشتری از فیلم هایی که میگیرن تاریخی و فانتاستیکی تکنولوژی است همش. می توانیم بچه‌های هستن که از عهده کمی هم باشد میبراین، یعنی که به قدر همون امکان میتونیم که ما معرفی کنیم فیلم ما، یعنی که در همون سطح استانداردهایی که بین المللی هستن که در دیگر کینوتئاترها و دیگر مملکت‌ها پیشکشی تماشابین برای معرفی کردن، یعنی که تاریخ و فرهنگ و اینو دیگر ما آماده هستیم. کلی مرحمت بیا سلام علیکم. خوب هستی؟ نغز هستی؟ سلامتی ها؟ آدمای کونامو کجا رفتی؟ خبر نمیگیری دیگر؟ نه майда گشتیم کو. کلی بیا شید رحمت کنم. خیر کنی گپ زن سلامتی ها چیتا؟ راستی گپ بگم یک چند قبود بعد همون طبابت کردگی درد نمیکرد، لیکن یک دو روز شد باز درد دارد. گفتم یک خبر گیرم. بسیار کاری خوب کردی، بهترین کار کردی. Davlat Sobirevich, Sarduktor Faryod. Maylash, من حاضر میایم، حاضر. یوسف جان، تو 5 دقیقه منتظر شو. ها، مایلش با حضور. مایلش، خب من حاضر میایم. تو با حضور شو. مایلش. خب. پس بیاید درباره فیلم امروز که مثال شما الکی روی اکران برآوردید، یعنی درباره فیلم من شهید عشق پاک سخن کنیم که یعنی ایده است که بود و چرا محض یعنی عنوان گرفته است من شهید عشق پاک. یک ایده چند سال پیش در ذهن من بود وقتی که در آمریکا بودیم، جای یعنی که دنبال فعالیت و دیگر کارهای شخصی بودیم، همین چیز بود ایده. بعد وقتی که تاجیکستان اومدم یک چند مدت بالای همین چیز کار میکردم. شخص ایجادکار همین خیلی از این روز یک ایده میبیاد، فردا میشود و رو این کار میکند، یک چیزی بهترش میبیاد. همین خیلی نوشته جدا در خانه هر جو پرت افتاده. سراجدین ایده هم تو نمیآید. شاید همین اثر بسیار ایجادکاران میگذارد که بعد ایده پیدا میشود یا اینکه راستش رو بگوید. یعنی که فانتزیا در کار، فانتزیا باید باشد. یعنی شما گفتنید که این تخیلی است؟ تخیل است. از حیات کسی گرفته نشده است؟ از حیات کسی گرفته نشده است. بعد سببی که حاضر خیلی که گفتید یعنی که این هنر با اینش یعنی که چی وابستگی ها دارد. یک سرود با نام من شهید عشق پاکم، وقتی که همین شعر رو من نوشتم آهنگ شاموندیم و کردیم، بعد اطراف همین چیز یعنی از سرود تولید شد سناریوی فیلم. از سرود تولید شد سناریوی فیلم. من شهیدی عشق پاکم، زنده در گور زیر خاکم. که سبب های می شوند که انسان ها به خودکشی دست میزنن. ما همچنین نشان دادیم که مثال در همون شعر هم گفته می شود که پاره پاره گشته در تن این کفن،
ناله دارد در لحد این جان و تن. و برای چی ناله دارد؟ برای که عذاب است. خودکشی این یک گناه کبیره است. فکر میکنم اگر تماشابین همین چیز رو در ذهنش گیرد، الکی وی پیام میبرد که یعنی که این خطا است. بله. یعنی رسالت شما کارگردان ها و هنرمندان نیز همین است که یعنی بیننده رو مردم رو برای راست هدایت کردن طریق سینما باشد، طریق هنر. درست است. فیلم آخرینی که یعنی روی نوار آوردید عملی نیک بود که این هم فیلم کوتاه هم باشد دیده، ولی فیلم خوب است. موضوع خوب است. اما یعنی نیکی، یعنی هر انسانی که نیکی میکند حتما اون نیکی باز برمیگرده به خود انسان. یعنی که وابسته به همون شرایطی که در ما حاضر هست، هم خیلی نقشه های زیاد داریم که فیلم های کوتاه مدت چطوری که فیلم های تربیوی کردید. بله، کوتاه تربیوی در حجم 10 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه باید پیشکش تماشابینو زیاد گردانیم، برای که هواداران هم خیلی چیزا می توانیم در کوتاه هم باشد یک چیزی که پیشکش کنیم، شاید سبب یک بگیم که بهبودی یک شخص می شود، سبب یک خوشی انسان می شود، خطاگیش رو می بیند. مقصد همین چیز است، یعنی که یک بگیم که یک راه تربیه وابسته است به سینما است، نه اینکه برای مبلغ کار کردن، نه اینکه برای شهرت خیلی که گفته. یعنی شما در حقیقت اندیشه دارید که به کسی خوبی کردی حتما خوبیش برمیگرده. بله، درست. برادر بگو ایستا، برادر ایستا. تو درست خیال کردی، ما همه به کسی یا به چیزی نیاز داریم. بیاید درباره نقشی که در فیلم پیمان شما بازیدید، خیلی هم یک نقشی مکمل است. یعنی شما در اونجا نقشی مرکزی رو می‌بازید، تو جای اگر خطا نکنم این نیز در روند کاری شما، یعنی توانست شما رو باز هم بیشتر معرفی نماید. بله. ما همراهی محیدین مظفر طول 5 سال همراه تحصیل کرده بودیم در دانشکده. یعنی همسبق هستید؟ همسبق هسته. یک روز بود زنگ زدن که هم خیلی من آگاه بودم که هم خیلی فیلم باید اونها به نوار گیرن. با یک چند نفرها بودن، مثال گیریم برای نقش آفری همین ابرز. یک روز زنگ زدن گفتن که ما شما رو انتخاب کردیم، اگر امکانی است. من گفتم که خوب باشد یعنی سیناریو رو روان کنید. خلاصه گپ سیناریو آورده و دست من دادن، خواندم، معقول شد، کارو سر کردیم. این خیلی است که در میدان هنر بچه‌ها هم فعال بودن. فیلم خوب هم مثال گیریم از نقطه نظری پروفسیونالیسم بود، بها میدادن. شما شخصیت خود را از دست داده اید، برای همین آشفته اید. این گپ ها را درباره هزاران نفر گفتن ممکن. شما مرا از کجا میدانید؟ شما مرا بار اول دیدید. شما را دانستنی من شرط نیست. من آدمان را میدانم. از روی کتاب ها؟ شما میخواهید مرا رنجانید؟ بر رنجاندن من کوشش نکنید، این به شما نمیزیبد. اکنون لطفاً ها اون کرسی رو گرفته به من نزدیک شینید. این مناظره خرد رو مقدمه شناسایی همون میحسابیم. بیشتر همچون کارگردان به فکرم که در فیلم های شما یعنی ژانر محاربه‌ای دیده می شود، یا خطا میکنم؟ اکنون وزیر اگر اهمیت داده باشیم، فیلم ها یک در درون یک ژانر که یعنی که به نوار میگیرن، وزیرش به عنوانی یعنی که اکشن فیلم میگن، همه چیز دارد. یعنی که محاربه هم دارد، دراما هم هست، کمدی هم هست، یعنی که مسحک، همه چیز دیده می شود. لیکن بیشتر فیلم هایی که ما نوار گرفته بودیم جهتی یعنی که دراموی دارن.
یعنی شما موافق طلبات و موافق طبع دل بیننده، ذوق بیننده شما فیلم می‌کنید. ما فیلم برای خود نمی‌کنیم، فیلم برای بیننده می‌کنیم، تماشابین می‌کنیم که مقبول تماشابین شود. از هنرمندان خارج کی رو میپسندید و می‌خواستید بیشتر با اون کس مانند باشید؟ هیچ وقت مانندی کوشش نمی‌کنم با کسی مانند باشم. میگم که وابسته به سیناری فیلم، وابسته به اون چیز، وابسته درون چیزی که هست، وابسته به تخیل میخوام اون چیز رو بیافرم. لیکن از کارگردانی و هنرمندی بیشتر گالیوود به من پسند است، برای که وقتی که ابراز میافرم کنون زنده هستن. انا همین چیز اساس برای فیلم همین چیز است. سپاسگزاری میکنیم برای پیش از همه برای یک اندیشه های جالب. بله، برای عملی نقشه های آینده شما ما موفقیت تمنا میکنیم. بله، ما باوری داریم که روز به روز سینمای تاجیک، هنر تاجیک، صنعت تاجیک در مجموع رشد میکند و هرچی بیشتر هنرمندان تاجیک، کارگردان های تاجیک باز هم صنعت تاجیک را معرفی مینمایند به جهانیان. از شما نیز سپاسگزارم برای دعوتتان. خب بیننده های عزیز، امیدواریم طولی چند لحظه که با هم بودیم بهترین لحظه ها رو یعنی سپری کردیم، به خود فراغت گرفتیم و غذای معنوی. دوستان عزیز، در همینجا با شما خیر و خوش میکنیم. با همه شما خانه آباد، سر بلند و تن صحت رو پیش از همه تمنا داریم. خیر، خانه آباد و سر بلند باشید.